بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بینندگان گرامی قدر. حدیثی است که از مادرمان حضرت عایشه صدیقه روایت شده است. می‌فرماید جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق علیه. این حدیث گوهربار را امام بخاری و امام مسلم روایت میکند. مادرمان حضرت عایشه میگوید که روز خانه من یک زن با دو دخترچه خود وارد شد و از من چیزی را خواست که برایش بدهم، اما من در خانه نبوت، در خانه سرور عالم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بجز از یک خرما چیزی را پیدا نکردم و همون خرما را برای این زن هدیه نمودم. این زن این خرما را گرفت و تقسیم کرد و هر دو دخترچه خود عطا کرد، به هر دو دخترچه خود داد و خود تناول نکرد و از خانه بعد چند خارج شد. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خانه آمد، من خبر کردم از حال این زن، از این ماجرایی که گذشت. پیامبر خدا فرمودند هر نفری که چنین حالت دارد، دخترچه دارد و برای این دخترچه ها بهترین نفر باشد، برای این دخترچه های خود اخلاق بیاموزد و اونها را به وایه برساند، روز قیامت همین دخترچه ها سپر میگردند، حجاب میگردند که پدر و مادرشان به جهنم داخل نشوند. دوستان عزیز و گرامی قدر، این پیام است، این بشارت پیامبر است برای هر نفری که دخترچه دار می شود. و ببینید که پیامبر رحمت جنت رو وعده کردن، یعنی همین نفری که به خاطر خدا فرزندهای خود را، دختران خود را به وایه می رساند و به آب و رویی که هست به شوهر می دهد، همینها روز قیامت برای پدر و مادر سپر می گردند. و نشود که زیادی از شکایت ها هم هست از دوستان، از بعض نفران شنیده می شود که به سبب دختر به دنیا آمدن ناراحت می شوند. نباید که مسلمان کامل چنین باشد، بلکه خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم دخترداری را برای ما فخر می نامند. حتی ببینیم که آیت هم اشاره به این میکند که یهب لمن یشاء اناثا. خداوند اولین آیت که شروع کرد برای این نفران خدا میگوید که من دختر عطا میکنم، این هدیه خداوند است. و ببینید که پیش از پسر خداوند دختر را نام برد. این یک بزرگی زن را نشان میدهد. و این چنین ببینیم که پیامبر رحمت برای ما جنت وعده میکند. و شاعر هم میفرماید که مشو غمگین اگر دختر بزادی، که با دختر بود پیوسته شدی. بسا دختر که صاحب تاج گردد، به نزدش صد جوان محتاج گردد. از این حدیثی گوهربار می شود درس های دیگری آموخت. ببینید که خانه پیامبر رحمت که شاه عالم است، یک زن می تواند به راحت آمده داخل شود، هیچ نفر مزاحم این زن نگردید. آمد داخل شد و باز هم جرأت کرد که از خاندان پیامبر چیزی پرسان شود. و وقتا پرسان شد ببینیم که در خاندان پیامبر که رحمت للعالمین است چیزی نیست، طعام نیست، بجز یک خرما حضرت عایشه چیزی دیگر پیدا نکردند. و جرأت حضرت عایشه را ببینید، سخاوتمندی حضرت عایشه را ببینید که یک خرما در خانه دارد، اگر چند خود نیاز به اون دارد همون خرما را می آورد و صدقه می کند. و ببینید که این زن هم از رحمتش این که خودش اگر چند گرسنه بود نیاز به همون خرما داشت، اما همون خرما را هدیه می کند برای فرزندهای خود. و پیامبر رحمت مکافات اعلام می کند که هر نفر دخترچه دار می شود و برای آنها بهترین اخلاق را می آموزاند، روز قیامت از عذاب دوزخ نجات می یابد. و خوشا به حال مادرانی که نه تنها 2 دختر بلکه 4 و 5 دختر بلکه از این زیاد را تربیه کردند و به حالت خوب به آب و روی به شوهر دادن. انشاءالله که
اونها بلکه درجات زیاد دارن از این حدیثی که پیامبر رحمت برای ما میرساند و الله مهربان برای هر یک من و شما توفیق عنایت عطا بفرماید که به سبب دخترچه‌دار شدن باید خوشحال باشیم، این پیام پیامبر را و این اشاره که خداوند در قرآن میکند خوب پذیرفته باشیم و فرزندان پیامبر، نبیرگان پیامبر از دخترشان حضرت فاطمه به دنیا آمدن و اولاد پیامبرم صلی الله علیه و سلم به واسطه دخترشان در دنیا پهن گشته است. دختر یک نعمت بزرگ است که باید به قدر اون رسید و خداوند همه من و شما را نگهبان باشد. الله یار و مددگار.